امروز قراره با هم در یک چالش جدید مسابقه بدیم. چه چالشی؟ چالش چی بهتر مزنه خواب رگ بازار ارزی دستشه. ها آقا ایمان یا من میذارم بالا. البته فکر کنم این دفعه چون کوروش کوچولوه اشکالی پیش نمیاد من اگه بالا باشم. آقا من نفهمیدم موضوع ویدیو چی. مزنه بازار دستشه؟ والا نمیدونم. میکنی از بازار دستت الان ببین من قیمتا. بچه کف بازارم. کفش. ولی بامزه است عروسکیش. من خیلی توی دوگ نباش داشتن میگفتم. من دوگ نباش زودتر از گومانو میاد دیدم، یعنی گوش میدم موقع ورزش میذارم پلیشه. حاجی من داشتم گوش میدادم میگفتن سر این عروسک گردانیه خیلی بهشون هیت دادن، نمیدونم چرا. من مشکل ندارم. خداییش به 30 ست میاد. میدونی چی میگم؟ ببین بچه بازاریه سر بازارم، یعنی سر بازار پدرم میتونه حجره داشته باشه. تهش هم خود دیگه وای میسی. خب میاد میتونی قوانین من مسابقه گفتم خیلی رو سخت بگی؟ بود این ویدیوشون. آره تو هر راند مشخصات و عکسای 2 تا چیز یه جور داریم. مثل خونه، ماشین، ساعت، اتکلون و اینجور. خب پشما میام داره. من فکر کردم فقط خودشو کوروشن. حواسم نمیدونستم میارم عروسکی کردن. بعد از اینکه عکساشون رو دیدین و من مشخصاتشون رو خوندم، هر کی زودتر بازار رو بزنه میتونه اول گزینه مورد نظرش رو انتخاب کنه. آها هر کی قیمت رو هر کی زودتر بزنه بگه مشخص کنه است. درست و گرون رو انتخاب کرده باشه یه دونه امتیاز میگیره. وقتی مشخص شد کدوم گرون تره، من قیمت ارزون تره رو بهتون میگم. بعدش بعد قیمت آپشن گرون رو درست حدس بزنید. چقدر یعنی هر کی سخت. نزدیک‌تر حدس بزنه اون یه امتیاز میاد. یه جاییشو کامل باهات اومدم. بقیه‌اشو تو خود بازی میفهمی آقا ایمان. آماده ای؟ من همون اولش هم نیومدم. بچه بازار مگه نبودی شما؟ بریم برای مسابقه اول. عروسک کوروش خیلی بهش میاد. آره خوابیدن پشت صحنه‌شو تو استوریاشون فکر کنم دیدم. منم دوست دارم عزیزم. خب میاد سوال اولو بپرس. خب به نظرتون مازراتی گرند توریسمو اسپورت 2013 توی کالیفرنیا گرونتره؟ خب بنز اس 300 1990. بنز اس 300 1999 92 تو ایران گرونتره. من قیمت ماشین رو میدونم. ما داریم پول ماشینای قدیمی رو تو ایران بیشتر از پول ماشینای قدیمی تو خارج میدیم. نمیدونم تا جا حرفم شدید یا نه. نکنم باز گرون، یعنی فکر میکنم اون بنز قدیمیه تو ایران گرونتر باشه. بنز تو ایران گرون فکر میکنم. اصلا نمیتونم. باور کن من حاجی فقط دکمه زدنشون. ببین سلام به روی ما هدایزم. گوش بده من اول دادم. میاد کی اول زد؟ من کوروش دید یه ذره من نمیتونم ببینم. ببین باور کن من اول زدم. باور کن. تو برو اینم از مرام من. بیا دست معرفت رو بزنم. خیلی سخته. میدونی چرا نمیتونن درست عروسک گردانی کنن؟ این میز بعد میومد بالاتر. اون پایین جای نشستن پیدا میکنن. چون خوابیدن دستشون درست نمیتونه حرکت کنه. اول فقط باید بگی کدوم گرونتره ها. بنز در ایران. آره دهنش باز موند. یادش رفت کن بده. درسته. دیدی گفتم بنز در ایران گرونتره. من بودم. حالی کردین بنز تو ایران حالا گرونتره. قیمت ارزون تره رو بهتون میگم. باید قیمت نزدیک به گرون تره رو بگین. اینجا من درست حدس ارزون تره میزنم. که مازراتیه بود 29995 دلار یا 2 میلیارد و 100 میلیون تومان. مفته. 29000 دلار. 29000 دلار مفت نیست. مازراتی برای مال 2013 2 میلیارد و 100. اوکی 2 میلیارد و 100. خیلی به نظرم مفته. البته مازراتی خیلی افت قیمت سنگینی داره در 2 میلیارد و 100. امریکا، آمریکای شمالی. گرند توریسمو. آره گرند توریسمو خیلی افت قیمت داره. 29000 دلار. آره. موتور V8 4.7 لیتری 454 اسب بخار حداکثر سرعت 300 کیلومتر در ساعت 29995 دلار. خب من حدس بزنم که قیمت بنز تو ایران چقدره؟ من فکر کنم باید بگم ها. بگو 7 میلیارد. نه جفتتون باید بگین. هر کی نزدیک‌تر گفت 4 میلیارد فکر میکنم. 11 میلیارد. نه 4 میلیارد. قیمت بنزه 2 میلیارد و 700 میلیون تومان یا 38500 دلار بود. خب من نزدیک گفتم. باز من بردم. کاش منم اضافه کنن. کاش من میشد منو اضافه کنن اینجا نمره منم بگیریم.
کاش میشد من هم اضافه کنم. مانگا داریم تو کتاب فروشی ولی هر مانگایی نداریم. من نوکرم بابا، من خاک پاتونم بچه‌ها، من خاک پاتونم به قرآن، خاک پاتونم. ببین منو گمراه کردی، باور کن تو سر منم همین چیزا بود، یعنی مثلا 2 میلیارد بریم بعدی آقا. بود، ولی گفتم نکنه از قسم مثلا یک سی گفته که قیمتش خیلی بیشتره. من که برنده تا اینجا منم. من اگر واقعی باشه من الان تا الان یه نمره دارم. بودجه ساخت کدوم فیلم بیشتر بوده؟ The Hobbit, The Battle of the Five Armies یا Avengers Age of Ultron؟ Avengers Age of Ultron فکر کنم بیشتر بابا بوده. خب من نمیبینمش. البته هابیت هم نه، هابیت بیشتر بوده. هابیت بیشتر بوده. مطمئنم هابیت بیشتر بوده. اونجرز. درسته. قبل درست گفتم خود تو سرم. خب هابیت که ارزون تر بود 300 میلیون دلار بودجه ساختش بود. واه 300 میلیون دلار. حالا فکر میکنین اون یکی اونجرز 500 میلیون دلار بوده اونجرز. 300 گفتین ها؟ آره. این 500 میلیون دلاره. 623 میلیارد میلیون دلار. 500 میلیون دلار. نه. بودجه ساخت اونجرز ایج آف اولترون 495. بابا پشمام منو کوروش نمره اینو گرفتیم. منو کوروش نمره اینو گرفتیم. حال کردید چقدر دقیقه گفتم 500 میلیارد 500 میلیون دلار. حال کردید. یه جوری ذوق میکنم انگار بهم جایزه میدن در آخر. کارت میشه؟ کوروش نوکرتم. نوکرتم. من بردم دیگه نه؟ تو فقط قسمت دومشو بردی. خب هزینه بلیت کنسرت وی آی پی با ملاقات از کدوم آرتیست گرونتره؟ سلینا گومز یا دوالیپا؟ دوالیپا هزینه وی آی پیش گرونتره. کیا با من موافقن؟ حس میکنم دوالیپا شاید گرونتر باشه، نمیدونم. چه خوب دوستتو پیدا کردی ایول. دومی چی بود؟ دوالیپا. بابا تو چجوری انقدر خوب میزنی هر بار؟ مگه میشه؟ خانم مگه لیپا. لیپا. اشتباس. وی آی پی سلینا گومز بیشتره. پشمام. ببین اصلا آخه قیافه دوالیپا رو نگاه کردم گفتم ببین از اوناست که وی آی پی شو میکشه بالا آجی. پشمام باختم آجی. خانوم سلینا گومز واقعا نمیارزه سلینا گومز. چی میگی نمیارزه؟ چی گفته نمیارزه؟ کارو چه نوجوانی من بود. البته اینکه دلیل اینکه رقیبی هم نداشت شاید دلیل بود. برای من میارزه. برای من میارزه. نه من راضیم. خب دوالیپا که ارزون تر بود بین 2200 تا 2400 دلاره. همین؟ آره. بچه‌ها وضعشون خوبه. ایمان وضعش خوبه ها. اینجوری بود که فقط 2500 دلار. کنسرت بعدی دوالیپا رو من نزدیک میبینم. ایمان اینجوری بود. همین چیه؟ یعنی تو حاضر بودی الان بدی 2200 بری ببینی دوالیپا رو؟ البته خب میگان فاکس که نیستن. میگان ولی فاکس. خب حالا میگم فاکس من یه کنسرت میذاره. راست کنسرت نمیذاره. بچه اصلا مگان فاکس شاید زیبا باشه ولی بی شخص. به نظر من مگان فاکس یه ذره شخصیت اصلا بده، شخصیت خوبی نداره. نمیدونم وایب بد به من میده مگان فاکس. شاید من اینجوری فکر میکنم. اوه منفی 4 سرد امشب داره همه جا برف میاد. برای مگان فاکس چقدر حاضر بودی پول بدی نقد الان ببین؟ زیاد. خب به نظر من فکر میکنین سلینا گومز چند؟ سلینا گومز 10,000 دلار میگیره. خیر 4100 هم بدی اضافه است. سلینا گومز بابا سلینا 5000 تا بیشتر نیست. کنسرتش 3500 دلار. ایمان نزدیک‌تر گفت. خیلی دارم ضعیف عمل میکنم توی این 1000 دلار بیشتر از دوالیپا بود. این دست من کامبک میزنم آقا ایمان. کامبک. عجیبه. میس بنداز. بریم میا بگو. خب به نظرتون ساعت پتک فیلیپ ناتیلوس گرونتره یا وشرون کنستانتین کورندواش؟ ببین اگه به جون مادرم بدونم اینا چی هن. ولی فکر میکنم نمیدونم. فکر میکنم کورنستویچ واچه ها دواش هستن. کنستانتین کورندواش.
فکر میکنم میبی گرونتر باشه. حالا شاید من دارم چرت میگم ولی فکر میکنم نمیدونم، شاید حس میکنم، حالا حس میکنم یه حس درونی بهم میگه از نمیدونم، به خاطر ظاهرش گفتم واقعیت. بگو فقط به خاطر تو میگم واشنگتن کنستانتین. واشون کنستانتین دو واش. اشتباه میگی. پاتریک فیلیپه. پاتریک فیلیپ گرونتره. ناتیلوس گرونتر بود، بهش نمیخوره جدی، پشمام. از آقا ایمان الکی هی تون تون هول میکنی میزنی، اینجوری کار نمیکنه سیستم. ببین واقعا افتضاح سلیقه ساعتیت. تو بد. همه چیت افتضاح. بد. زیاد به آن نزدیک نشو. واشنگتن کنستانتین به نظرتون ناتیلوس پاتریک فیلیپ چنده؟ من ضرر نداره. هر کی نزدیک‌تر بگه. تو چون که غلط گفتی دست پیش من میخوام اول بگم. بفرمایید. ببین در بازار سیاه، یعنی توی گری مارکت بهش میگن، شاید $100,000 دور و بر مثلا $300,000 هم هست. خب ولی MSRP 90 خورده $100,000. خب شاید چون من راستش بخوای بدونی قیمت خود بازار چیزشو نمیدونم، خود نمایندگیشو نمیدونم، قیمت بازار سیاهش فقط میدونم. اجازه بگو. اجازه $100,000. $105,000. من میگم $100,000. چی هستی؟ قیمتش هست $254,000. پس همونی که من میگمه. خب ایمان نزدیک‌تر گفت. ایمان یه بار دیگه ایمان در گوش من بگی. لعنتی، ایمان لعنتی طبق حس 5,000 زیادم نگفت که اختلاف زیاد باشه که مثلا اگه $104,000 بود خودش نزدیکتر باشه. یعنی خدای من ایمانو نگاه کن قشنگ داره میبره آخر این با مسابقه جایزه هم مگه داره. من شادی جز او بلد باورم نمیشه، باورم نمیشه. قیمت بازار سیاهه ولی باشه امتیازش آقای ما دیگه همه چیو گرفته، اینم روش. بریم بعدی. خب تا اینجای کار که احساس میکنم اصلا بازار دست من نیست آقای ما. نه تنها بازار بلکه کلا هیچ اصلا چیزی تعطیلم دست امروز، شما خیلی نیست. ناراحتم دیگه، ساعت رو فکر می‌کنم بتونم بگم. خب به حالم نظرتون بد. آپارتمان تو تهران گرونتره یا روم؟ بذارین تو مشخص. تهران بگو. آپارتمان تو تهران. 130 متری، پاسداران، 3 خوابه مستر، سال ساخت 1403، روف گاردن. اوه نوسا. روف گاردن. بذار بهت بگم چنده. حس میکنم 50 میلیارد 50-60 میلیارده. پاسداران چون از میلیون 6 تا بالای چیز فکر میکنم 50-60 میلیارده. نمیدونم. پاسداران واقعاً خونه اینطوره سخاب پاسداران؟ روف گاردن یعنی می‌ریزی سال ساخت. یه مثل سمنان میمونه این موضوعی که اگر اشتباه نکرده بودم 50-60 آپارتمان میلیارده. 100 متری داونتاون روم، 3 خوابه، سال ساخت 2018. بابا مثلا من باور کن من اول آپارتمان مثلا 100,000 تا باشه، 200,000 تا باشه، نه 300,000 تا باشه. فکر میکنم حدس دیگه نمیدونم. نزدی. بگو دهنتو باز کن. وایسا. دستتو بکن بیرون. من میگم پاسداران گرونتر از رومه. 100 تو هست. اشتباه میگی. مگه میشه؟ باورم نمیشه اصلا قیمت دستم نیست. اصلا قیمت دستم نیست. پاسداران که ارزون تر بود قیمتش هست $400,000 یا 28 میلیارد و 600 میلیون. حالا فکر 30 میکنم میلیارده؟ من فکر میکنم اون یکی هست 20 میلیارد. نه 1 میلیون دلار با این حساب. ایمان به دلار بگیم یا به تومن؟ به تومن بگو. 1 میلیون دلاره. من واقعا خب نمیدونم قیمتو چقدر بخشی الان. گفتی اون چند بود؟ ببین اون 28 میلیارد تومن بود. الان رومه پس 1 من میلیون گفتم دلاره. 20 میلیارد تومن. خب نه اون گرونتر ارزونه باشه. است. پس وایسا. نه دیگه نه نه نه. 80 میلیارد تومن. نه کولی واسه در نیار ایمان. حس میکنم این رومه الان 1 میلیارد 1 میلیون دلار باید باشه. واقعا اینجوریه. واقعا میخوای که اینجوری با رفتار کنی؟ آره؟ بچه بازار بودن همش به هی نرو اونور، هی نرو بیا سمت، بیا نزدیک من میخوام در گوشت بگم. ببین مرام و معرفت داشته باش. اینی که همش بگی من بازاریم و
پول دستم و فلان اینا فایده نداره. سکو بذار دارن خیلی مرام یاد بگیر. نزدیکی میکنن، احساس میکنن حالا از میذاری زیر من بعد. برم یا نه دوباره؟ 31 میلیارد تومان. ایمان 32 میلیارد. عجب آدمی از سیما. 32 واقعا آره. بله. قیمتش هست 38 میلیارد. ای بابا چه آدم شرطی هستی. یه ذره گرونتر بود. شرطی هستی. 550 مثلا نمیخوام بازی رو کف دیگه. من اصلا توی بازی خوب نیستم. ایمان من توی یه بازی نیستم. امتیاز گرفت. بابا گوشم کر شد و من اصلا رفتم. به نظرتون عجیبه. پیتزای مارگاریتای رستوران لیدی گاگا گرونتره یا پیتزای مارگاریتای رستوران گوردن رمزی؟ پیتزای مارگاریتا گوردون رمزی. کوروش من زدم. رستوران گوردن نه رستوران لیدی نه دیگه، گاگا. گفتی، لیدی گاگا. گفتی. بابا اینقدر چیز نکن. لیدی گاگا. درسته رستوران Yes. لیدی گاگا. حاجی طرف آشپز گوردون رمزی آشپزی به خدا الان بگه پیتزاش که قیمت لاکچری داره پشمام میریزه. یعنی تو میری پیتزای وای باورم نمیشه. من کاری نمیکنم. من هیچ باز کاری خوبه نمی‌کنم. غذا نیست گوش عجب. نمیشه. همه رو تو حالا خوبه جورا شده یه دونه رو من درست کردم. شما داری چیز میگیری. رستوران گوردن رمزی که ارزون تره بود خب پیتزای مارگاریتاش هست $20.35. حاجی 20 دلار پیتزا ناموسن نمیارزه. لیدی گاگا هست 37 دلار. ایمان 65. 100 دلار برای الان میگه پیتزا حاجی. وای خیلیه. 100 دلاره. گاگاست. لیدی گاگا 100 دلار قیمتش حاجی. هست $23.95. من درست کوروش گفتم. درست نگو. اونقدر نه. نبود. خب خوبه لاکچرین با اونقدر با گوردون رمزی فاصله ای نداشت. مثلا شاید هزینه یه قهوه بیشتر مثلا گرفته. به نظرتون پنیر خامه‌ای 350 گرمی 350 کیبی گرونتره کیبی گرونتره یا حس میکنم. پنیر خامه‌ای 350 گرمی ویلی؟ ویلی و کیبی. ویلی کدومه؟ کیبی گرونتره. ایمان کیبی؟ اشتباس. ویلیه. ارزون تره که کیبی بود خب 71,000 تومنه. وای چقدر گرون. خب اون یکی اونی که با حس بزنیم آقای ما. آره خب دیگه. من فکر میکنم ویلی هست 100,000 تومان. نه 80 تومنه داشت. 100 تومن دیگه خیلی گرونه. 88 تومن. قیمتش هست 89,000 تومن. منم تقریبا نزدیک گفتم. قوت غالبم پنیر کف بازار کیبی و ویلیه. اصلا تو قوت قالب قالب. کیبی برای شما. بریم بعدی. قدیما با خب، سوال بعدی. قدیما خب. با 50,000 تومن سوپرمارکت رو می‌خریدی میومدی خونه. الان با 50 تومن پنیرم دستت نمیدن. ممنونم از مسئولین. ادامه بدید همینجور بریم به جهنم. به نظرتون وازلین ساج گرونتره سلام به روی من. یا روغن بچه فیروز؟ وازلین ساج یا وازلین. روغن من بچه. بازارم کجاست اینجا؟ اوکی نمیخوام در مورد قیمت این دوتا حرف بزنم. باشه بابا وازلین. واقعا اشتباس. فیروزه. وازلین قیمتشو همیشه بگو. ارزون بوده. خب وازلین که ارزون تر بود 42,000 تومنه. فیروز بعد 60 اونی که تومن گرونتره هست 60 تومن. 57,000 تومان. ایمان 45 تومن. 60 تومن. قیمتش هست 71. من خب درست من گفتم. نزدیک گفتم. کوروش باری یک کلا امتیاز. باری کلا. خب فکر می‌کنین روغن بچه رو قیمتش رو میخواید بپرسید دیدی فقط میدونه. باشگاه رئال مادرید بیشتره یا بارسلونا؟ من عوض چون دادم. کنم؟ من عوض دادم. بارسلونا بیشتر شاید باشه. بارسلونا. اشتباه. رئال مادرید. آها فوتبالی نیستم مثلا. رئال مادرید. ایمانو بارسلونا که ارزون تره قیمتش هست 946 میلیون پوند. مفته 946 میلیون ارزونه. یورو. رئال مفته آجی. فردا میخوام 1058. من میگم 1100. 1000 که میره نه یعنی 1 میلیارد و 100 میلیون. آره.
1100 1.36 بیلیون یورو. قوت قالب بازار دست آقا ایمانه. آقا ایمان فکر کنم بازار داره خرید و فروش میکنه، از تیم گرفته تا ساعت و جون آدمیزاد و اینا. آقا ایمان یه کاری هست، خبری نمیدونم چه خبره. گفتم او نکن، نمیدونم بعد ما چیز کنم چیکار کنم تو. من واقعا امروز جلوی بچه کوروشتوپیا دارم سرفکنده میشم. نه تنها کوروشتوپیا بلکه حسین دره، ایمان آباد هیچی نیست. میاولند. خب میا بگو. خب به نظرتون اود کلون دیور ساواژ گرونتره یا بلود شانل؟ ساواژ مال جانی دپ این است. شانال. من همیشه به خاطر جانی دپ دوستش داشتم. نوکرتم پشمان بلو. من دیر ساواژ ولی بیشتر دوست $175 کانادایی. من با کوروش حالا دارم فکر می‌کنین میبازم. شانل چنده؟ من بگم یا شما میگی؟ بفرمایید. 220. 310. واقعا؟ قیمتش هست $185 کانادایی. ایول. خب حاجی سال پس آخر. اینایی که ما میزنیم به هیچ عنوان اصل نیست، چون یعنی 10-15 میلیون تومنه. بعد مثلا میری مغازه یارو به جون مادرم اصله، به جون مادرم شیشه 800 تومن خودم آوردم، به جون مادرم اصله. حاجی چه جوری روشون میشه؟ خودم پنجشنبه از بازار خیلی نزدیکیم نه؟ تنگاتنگه؟ فکر نکنم. فکر کنم خیلی تنگاتنگ داریم میریم جلو. نه. میخوای اینی که 5 برابر کنیم آقا ایمان؟ نه. عزیز اهل گوش کن. ریسک نیستی. گوش کن آقا. جانم. کدوم اسکین تو بازی CSGO دو گرونتره؟ وای نمیدونم. فکر کنم ستار بی. ترک AK اسکین نایف معمولا گرونتره. آی کیس هاردن سکین یا کارامبیت باترفلای کارامبیت سفایر؟ باترفلای بیشتره. کارامبیت درسته؟ اشتباهست، نه درسته؟ کارامبیت نیست؟ اشتباه. اشتباه بود؟ اون یکی. الان که دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ الان دیگه نمیشه. چرا میشه اونجوری دیگه؟ من قبلی ها ریش کنم بعضی که تو اشتباه گفتی من امتیاز نگرفتم. آره مشکل شست شما پامو بود. بگیر تو دهنت. شست پامو میکنم. راست میگه باگ این مسابقه این اون یکی بگه اون یکی میره. قیمتش بود $15,000. $15,000 اسکین بازی بدی. پشمام. حالا فکر میکنین اون ستار یکی رو ترک حرف بزن. چقدر تو بود؟ بگو. بچه استات ترک بود. ببخشید من اشتباه گفتم. من مشکلم همین بود. تو همه حالا اسکین تو ها رو به قیمتو تو اسم بگو. بلدی. تو قیمتو بگو. $57,000. کوروش $30,000. 40,000 تا. قیمتش هست $1,000,000. دی به من میگی وای. چیزی که تو بازی صندوق میده و تو بچه اگه اسکین گیرون گیر آوردی توی CSGO فروختین به من شیرینی ندین حلالتون نمیکنیم. پشمام. $1,000,000. چی داره این اسکینو؟ ایمان نزدیک‌تر گفت. ایمان درست گفت دیگه. آره. باورم نمیشه. باشه ایمان. باورم نمیشه یکی $1,000,000 پول اسکین بده. شانسی میاد دسته، یعنی شانسی یهو میاد مثلا یه دسته، جعبه بله. باز می‌کنی بچه 1,000,000. واقعا اگه همچین اسکینی بگیرید چه باحال. خب من میا فراموش بریم نشد. برای جنبندی. خب میا برنده رو بگو کی شد؟ فکر کنم کوروش خب با 5 امتیاز. وای 5 امتیاز عدد دوم کمیه. شد. ایمان خیلی کمه داداش. اصلا صدا چجوری در آورد؟ من بردم. وای خیلی ببین. ضعیف عمل کردم تو این بازی. بچه پشمام کف ریخت. بازارم. واقعا مدالش میفهمی؟ بدیدم. مدال بچه‌ای که میفهمی؟ آره میفهم نمیخواد بیای تو حلقم آقا ایمان. تو بچه‌ای که بازی قبول دارم. من واقعا تو این بازی ضعیف بودم. قیمتای خب خیلی این سال من واقعا نمیشه. نمیدونستم. فکر نکنم بچهای کوروشتوپیا که من ضعیف عمل کردم. بچه‌ها من به جاش تو جاهایی که هوش و 90 ذکاوت باشه میلیارد بهتر تومن از ایمانم. اسکینه. ایمان تو همینجوری شانسی ایکسی بگه 90 شاید بهتر باشه. میلیارد اسکینه. خیلی ضعیفی. لیک شده. خب بچه‌ها امیدوارم که شما مثل ما امروز کنید خیلی. چی مثلا؟ اصلا چیزی یاد نگرفتیم، فقط هرس خودشون خوردیم. به چالش کشوندن که ببینم مثل ما میتونن درست حدس بزنن یا نه. خیلی به من خوش گذشت. واقعا با وحشتناک اینکه شد. باختن به من خوش گذشت. کامنتای برتر این سری هم واسط میارم آقا ایمان. سلام عزیزم. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. بای بای. باورم نمیشه. ای خالق
هر قصه من، این من و این تو، بر ساز دلم زخمه بزن، این من و این تو، هر لحظه جدا از تو برام، ماهی و سالی، با هر نفسم داد میزنم جای تو خالی. منم عاشق ناز تو کشیدن، صدای پا تو از کوچه شنیدن، تنها تو رو دیدن. تهش هم خود دیگه وای میسی. بچه‌ای که تو کانال یوتیوب ما رو میبینن، مرسی که تا آخر ویدیو کنار ما بودید.